عزیزان یه نکته خیلی مهم رو باید بهتون بگم، چون میبینم حواساتون پرت شده. سهم صادرات ایران به اتحادیه اروپا طبق آخرین داده ها تا پایان سال 2024 و تخمین های 2025 فقط حدود 9%. یعنی از کل 100 میلیارد دلار صادرات ایران تو سال 2024 فقط نزدیک به 900 میلیون دلار، یعنی معادل 834 میلیون یورو به اروپا رفته. جالب اینه که اوایل 2025 هم همین وضعیت ادامه داشته. مثلا توی 2 ماه اول سال فقط حدود 120 میلیون یورو صادرات به اروپا انجام دادیم. یعنی عملا تجارت ما با اروپا خیلی پایینه و تغییر خاصی هم نکرد. حالا بحث مکانیسم و اسنپ‌بک که همه دارن میگن، اینکه کشورهای ایتری یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس فعالش کردن، واقعیتش اینه که روی تجارت ما هیچ تأثیر جدی نداره. چرا؟ چون از قبلم به خاطر تحریم‌های ثانویه آمریکا سطح تجارت ما با اروپا خیلی پایین بوده و وابستگی ما به این بازار تقریبا ناچیزه. پس اگه دوباره تحریم‌های سازمان ملل یا اتحادیه اروپا برگرده که برگشته، بیشتر یه حرکت نمادینه، چون صادرات اصلی ما چه نفتی چه غیر نفتی مسیرش به سمت آسیاست و اونجاست که بازی اصلی داره اتفاق میفته. از این فضا دور نمونید. همین حالا وارد تجارت نفت و گاز بشین، چون آینده و پول واقعی در این صنعته، نه در بازاری که سهمش از تجارت ما زیر 1%. کپشن رو بخونید، کامل راهنماییتون کردم.